اگر در جهان نبود آموزگار شود تیره از بخیرت روزگار. اگر برای قبای سبز و برنمودن زمین بهار لازم باشد پس برای سبز گشتن تمنای انسان استاد رمزی بهار است. آره، به استاد کس نمیتواند از دایره تفکر محدود بیرون گشته عالم و آدم را درک نماید. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. از قدیم بزرگان علم و ادب با استاد احترامی خاصه داشته در مورد ضرورت به این شخصیت بی‌نظیر مراجعت می‌کردند. آنها در سیمای استاد شخصی دانشمند و فاضل و خردمند و راهنما را می‌دیدند. من بسیار خوشبختم و افتخار می‌کنم که فرزند آموزگارم. پدر و مادر من هر دو آموزگارند و تربیت کننده نسل انسانند. راهنما و محبوب بچه‌هایند. عیدتان مبارک پدرجان و مادرجان عزیز و آموزگاران گرامی و نهایت عالی‌قدر. بلند است از فلک شان معلم، بود جان بخش ما جان معلم. نباشد نعمت در هر دو عالم، حلال از پاره نان معلم.